سلام، به نویکسا خوش اومدین. من نوید راد هستم و در این ویدیو با هم دیگه میخوایم ببینیم که چطور میتونیم استراتژی و ربات خودمون رو راه اندازی کنیم. خب ابتدا وارد سایت navixa.io/farm میشیم و در این قسمت مراحل شروع ترید اتوماتیک توضیح دادیم که در 3 مرحله میتونین خریدتون رو انجام بدین و فعال بکنید. حالا با هم دیگه میخوایم این 3 مرحله رو نگاه کنیم ببینیم به چه صورتی هست. خب شما دو راه دارین، یا میتونین مستقیم وارد پروسه ثبت نام بشین. اگه اکانتی ندارین ایجاد حساب کاربری رو میزنین و حساب خودتون رو میسازین و بعد اینکه ساختین میتونین پلن خودتون رو انتخاب کنین و وارد پروسه خرید بشین. ولی خب یه راه آسان‌تر هم هست که میتونین از همینجا مستقیم برین قسمت تعرفه ها و پلن خودتون رو بررسی کنین و انتخاب کنین. توجه کنین که در این قسمت میتونین استراتژی رو یا به همراه ربات تهیه کنین یا بدون ربات، که همونطور که ملاحظه میکنین قیمت متفاوته و امکاناتی که بهتون میده فرق میکنه. همراه ربات شما ربات ترید اتوماتیک خواهید داشت برای اتصال به صرافی، ولی در استراتژی که بدون ربات تهیه بفرمایید فقط دسترسی به استراتژی رو در داخل تریدینگ ویو خواهید داشت. حالا فرض کنید که ما الان میخوایم استراتژی رو به همراه ربات تهیه کنیم که شدیداً هم توصیه میشه، چون اصل قدرت این استراتژی رو به اینه که به صورت اتوماتیک انجام بشه و به صورت دستی ممکنه شما بعضی از سیگنالایی که میاد و نتونین بگیرین یا حالا خواب باشین، ولی با ربات که بگیرین دیگه خیالتون راحته که 100% پوزیشن هایی که اعلام میشه به صورت کامل براتون باز و بسته میشه داخل صرافی. خب حالا به عنوان مثال فکر کنید ما پرایس اکشن رو میخوایم سفارش بدیم و وارد پروسه خرید بشیم. ثبت سفارش رو میزنید. اینجا میتونید چک کنید که مدت زمانی که میخواین دسترسی به استراتژی داشته باشیم از 1 ماه هست تا 1 ساله و میتونید اینجا باز دوباره بگین با ربات میخواین یا بدون ربات، ولی چون ما انتخابمون با ربات بود اینجا به صورت دیفالت بله انتخاب میشه. قیمت رو ملاحظه میکنید. اگر کد تخفیفی دارین اینجا میتونید اعمال کنید، اگر نه که نیاز نیست چیز کاری انجام بدین این قسمت. و شرایط و ضوابط رو لطف کنید ملاحظه بفرمایید. اگر موافق بودین چک رو بفرمایید، اینجا بزنید و ادامه رو میزنید. و در اینجا میبینیم که اگر چون اولین بارتون هست طبیعتاً یوزر رو پس ندارید که وارد اکانتتون بشین، ایجاد حساب کاربری رو میزنید. در اینجا یک اسم و فامیلتون رو وارد میکنید. حالا اینجا ما به عنوان مثال تست رو میزنیم، ایمیل رو وارد میکنیم، ایمیل رو وارد میکنیم و حالا یه رمز عبوری هم خواهتون اینجا وارد میکنید و ثبت نام رو انجام. اینجا به ایمیلتون یک کدی فرستاده میشه، یک کد 1 بار مصرفی براتون ارسال میشه که باید از داخل ایمیلتون چک کنید و اینجا وارد کنید. ما به ایمیل هم میرم. اینجا ایمیل برای ما ارسال شده به آدرس ایمیلی که اونجا وارد کردیم. کد ما این هست، از اینجا میتونیم کپیش کنیم. دوباره برمیگردیم به این قسمت، اینجا پیست میکنیم کدمون رو و تایید کد 1 بار مصرف رو میزنیم. همونطور که میبینید نوشته شد که کد 1 بار مصرف تایید شد و مستقیما وارد درگاه پرداخت میشین که بتونین اینجا پرداختتون رو انجام بدین. بعد اینکه پرداخت رو انجام دادین دوباره ریدایرکت میشین و برمیگردیم قسمت پنل کاربریتون در قسمت اشتراک‌های من و در این قسمت میتونین پلنتون رو ببینین که فعال شده، پلن پرایس اکشن، و تاریخ شروع رو زده، تاریخ انقضا و مدت زمانی که دارین و اینجا که میبینین دسترسی به ربات فعال شده. از این قسمت تاریخچه پرداخت ها هم میتونید پرداختی رو که انجام دادید ببینید، شناسه پرداختتون، مبلغ و وضعیتش که به صورت موفقیت آمیز پرداخت شده. خب ما تا اینجا پرداخت رو پلن رو انتخاب کردیم، پرداخت رو انجام دادیم و میبینیم که فعال شده و همه چی اوکی است.
اما باید برای اینکه دسترسی به شما داده بشه داخل اکانت تریدینگ ویو خودتون، آیدی تریدینگ ویو یا شناسه تریدینگ ویو خودتون رو تو این داشبورد وارد کنید. همونطور که می‌بینید این بالا به صورت یک وارنینگ خدمتتون اعلام میشه که لطفاً شناسه تریدینگ ویو خود را در تنظیمات پروفایل وارد کنید. این ضروری است که این کار رو انجام بدید. برای این کار وارد تنظیمات پروفایل میشین. در این قسمت تنظیمات پروفایل رو می‌بینیم. اینجا رو می‌بینید نوشته شناسه تریدینگ ویو. از این قسمت وارد میشیم که بخوایم ادیتش بکنیم. حالا باز شناسه تریدینگ ویو یا آیدیمون رو اینجا بذاریم. حالا آیدیمون کجا هست؟ آیدیمون وارد اکانت تریدینگ ویو میشیم. این اکانت تریدینگ ویومون هست به طور مثال و این اکانتی که ما اینجا داریم این شناسه تریدینگ ویو تست یوزر 111 الان شناسه تریدینگ ویو. یا میتونید از اینجا کپیش کنید یا اینکه وارد قسمت پروفایل بشین از اینجا این آیدی رو کپی کنید. منظور از شناسه تریدینگ ویو همین یوزر نیم در واقع. دوباره وارد پنل کاربریمون میشیم، در قسمت شناسه تریدینگ ویو پیست کنیم و به روز رسانی پروفایل رو میزنیم. همطور که میبینید دیگه اون وارنینگ هم از بین رفت، دیگه نشون نمیده و الان اوکی هست. الان شما اگه پلنی گرفته بودین که نیاز به ربات نداشتین و خواستین فقط به صورت دستی ترید بکنید، پس این استراتژی در پنل تریدینگ ویو شما فعال بشه، این کاریه که شما باید تا همینجا انجام بدید. از اینجا به بعد دیگه تیم پشتیبانی در ظرف کمتر از 24 ساعت همینطور که داخل وبسایتمون نوشتیم در قسمت در قدم سوم نوشته شده که تیم پشتیبانی ظرف کمتر از 24 ساعت استراتژی انتخابی شما را در اکانت تریدینگ ویو فعال خواهد کرد. و حالا شما میتونید برای تسریعش به پشتیبانی پیام بدین که براتون اگر امکانش باشه زودتر فعال بشه. حالا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری استراتژی در اکانت تریدینگ ویو شما فعال میشه. اصلا شما وارد اکانت تریدینگ ویوتون اگه بشین، در قسمت چارت که بریم ببینید اگه شما قسمت اندیکاتورها رو سرچ کنین، الان برای مثال شما استراتژی که الان دسترسی رو براش گرفتین استراتژی پرایس اکشن است که با این اسم داخل تریدینگ ویو پابلیش شده. همونطور که میبینید بغلش یک قفله، یه قفل قرمزه، یعنی الان شما دسترسی به این استراتژی ندارید. وارد توضیحاتش هم که بشین میبینین که اینوایت اونلی اسکریپت هست، یعنی شما برای دسترسی باید از آترش و یعنی کسی که پابلیش کرده این استراتژی رو اجازه دسترسی بگیرید که شما با پرداخت هزینه و اضافه کردن اون آیدیتون داخل پنلتون این کار رو انجام دادین و براتون قرار فعال بشه. ولی حالا میخوام بهتون نشون بدم که به چه شکل هست قبل از اینکه بهتون دسترسی داده بشه. این براتون قرمز قفله و در اینجا هم هیچ تب اضافه‌ای نداریم. اینجا پرسونال، تکنیکال، فاینانشال و کامیونیتی رو داریم. ببینید الان اگه بخوام بندازمش رو چارت اجازه نمیده به من، دیگه شما باید اجازه بگیرین و بهتون دسترسی داده بشه. حالا ما الان بهتون دسترسی رو میدیم و به این اکانت تستمون و با هم میبینیم که چه تغییری میکنه. بعد از اینکه تیم پشتیبانی دسترسی رو به شما میده، شما بلافاصله یه نوتیفیکیشنی دریافت میکنین تحت این عنوان که دسترسی به شما داده شد. و حالا اگه بخوام بهتون نشون بدم که چه تغییری کرد، اگه قسمت اندیکاتوراتون برین و همون استراتژی رو شما سرچ کنید، میبینید که این دفعه به جای قفل قرمز قفل سبز رو میبینید، یعنی شما دسترسی دارین به این استراتژی. همینطور میتونید در قسمت اینوایت اونلی اگه توجه کرده باشین این تب نبود قبلش. کلا دسترسی هایی که به شما داده میشه برای استراتژی های اینوایت اونلی در این تب ظاهر میشه. اگه بیاین قسمت تب اینوایت اونلی رو بزنین هم این استراتژی رو میتونید ببینید. پس یا میتونید سرچ کنین اسمشو یا اینکه از این قسمت میتونید پیداش کنید. و اگه ما یه بار روش بزنیم این استراتژی روی چارتمون میفته و در این قسمت شما میتونید دیگه
بک تستش رو ببینین، ریزالتاش رو ببینین، بررسی کنین و حالا وارد تنظیماتش بشین، تنظیمات رو انجام بدین به صورت دلخواهتون و آماده ترید بکنین این استراتژی رو. پس تا اینجای کار خیلی راحت بود. ما خریدمون رو انجام دادیم، شما شناسه تریدینگ ویوتون رو وارد کردین و دسترسی بهتون داده شد. قسمت اندیکاتورها تب اینوایت اونلی استراتژی به شما دسترسیش داده میشه و یه بار میزنید و میفته رو چارت. تا اینجاش اوکی. بعد از این قسمت دیگه شما میتونین حالا بعد اینکه تنظیماتتون رو انجام دادین میتونین بیاین الرت ست کنین و حالا بهتون میگه که میتونین الرت ست کنین، مسیجتون رو ست کنین، حالا به صورت ایمیل بگیرین یا هر چیزی بهتون نوتیفیکیشن میده موقعی که میخواین بخرین، موقعی که میخواین بفروشین و شما میرین داخل صرافیتون پوزیشن رو باز و بسته میکنین. و این مال عزیزانی هست که استراتژی رو بدون ربات تهیه کرده بودن، یعنی تا اینجای کار برای عزیزانی که برای استراتژی رو بدون ربات تهیه کرده بودن و میخواستن به صورت منوال و دستی این تریدا رو انجام بدن و فقط میخواستن صرفا سیگنال بگیرن از این استراتژی. حالا اگه شخصی رو به صورت تمام اتوماتیک میخواست یعنی استراتژی رو به همراه ربات تهیه کرده بود، یه قدم دیگه هم ما اینجا داریم. برای این کار باید دوباره داخل پنلمون بریم، داخل پنل کاربری میریم و اگر شما این استراتژی رو که یعنی این اشتراکی که شما اینجا گرفتین دسترسی به ربات شما بله بود، یعنی اجازه داشتین، این تب شما فعال میشه، تنظیمات API. در قسمت تنظیمات API شما باید صرافی خودتون رو در واقع وصل بکنید به ربات ما تا بتونه به صورت اتوماتیک سیگنال‌ها به ربات فرستاده بشه و از اونجا به صرافیتون فرستاده بشه تا بتونید معاملات رو باز و بسته بکنید. در این قسمت باید API کی، API سیکرت، تلگرام توکن و تلگرام چت آیدی تون رو وارد بکنید. API کی و API سیکرت برای دسترسی ربات به صرافیتون هست که فقط بتونه معاملات رو باز و بسته بکنه. و قسمت تلگرام توکن و تلگرام چت آیدی رو اگه خواستین میتونید وارد کنید، نخواستین هم میتونید وارد نکنید، ولی اگه بکنین میتونین داخل تلگرامتون به صورت نوتیفیکیشن براتون پیام میاد که در این مقدار مثلا خرید انجام شد، در این مقدار فروخته شد، چقدر سود کردین، PNL تون رو نشون میده و کاربردی است دیگه، یعنی دیگه نیاز نیست دیگه هی وارد صرافیتون بشین چک بکنید، به صورت اتوماتیک اینجا داخل تلگرامتون هم پیام میاد، میتونین مدیریت بفرمایید. و حالا این قسمت رو که چجوری حالا این فیلدها رو پر بکنیم و از کجا بیاریم اینا رو و چجوری بسازیم، این رو در یک ویدیوی جداگونه براتون داخل پنل قرار خواهیم داد. یعنی وقتی که شما استراتژی رو خرید کردین، وارد پنلتون شدین، در همین قسمت، در قسمت تنظیمات API ویدیویی براتون قرار میگیره که کامل براتون توضیح میدیم چجوری این فیلدها رو پر بکنین و رباتتون فعال بشه. خب امیدوارم که متوجه شده باشین که مراحل خرید و فعال سازی به چه صورت هست. به صورت خیلی کلی و سریع سعی کردم خدمتتون بگم و حالا برای قسمت تنظیمات API هم که همونطور که گفتم ویدیوی جداگونه داخل پنلتون قرار میگیره و جدای همه اینها اگر در هر مرحله‌ای از چه به خریدش، چه اصلا اینکه چه پلنی رو انتخاب کنین، کدوم پلن براتون مناسب هست و مشورتی خواستین یا جایی قسمتی که باید API رو ست میکردین و حالا تنظیمات، هر جایی واقعا مشکلی هر جایی که داشتین سریعا با تیم پشتیبانی تماس بگیرین. بچه‌ها تا اونجا که بتونن حتما کمکتون میکنن و از این بابت جای نگرانی نیستش. خب خیلی ممنونم از اینکه توجه کردین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.